با شهریار دولت زنگ میزنیم، با اون کس میگردم میگم که همین یک بچه تقوی من مایوبای و همین کس میخواه که شما را از نزدیک ببینه و با همراهتون یک مدت صورت بگیره. اگر شما امکانیت داشته باشین بعد ده به نزد همون کس برین، همون یک خبر گیرین، بسیار دل اون کس شاد میشه. نه که پروست میسنجیمش، تمام حقیقت نداره. اگر که میبینیم که خاکسار هست یا نیست اکای شهریار، اگر که راضی شوه برای اون کس با مبلغ 1,000,000 سوم تحفهش میتیم. اگر که بگه کار دارم ایسی نمیتونم با کی نیست. شهریاری دولت بسیار در کامنتر نویسید، به همون خاطر من این کس رو زنگ زدم. گوداگ رفت خوب بشه. گوداگ رفت. سلام علیکم. سلام علیکم. اکا شهریار چخیر شما؟ ساز خوب، سلامتی خوب؟ سلامت میشه. ما اکا جانی بیگ هستم، رژیسور. کیه بای؟ هنرمند تئاتر و سینما جانی بیگ اکا. سلامت باشه. اکا جانی من هم در همین ساحه سینما هستم. خواستم از شما یک درخواست کنم اکا جان. چی باشه؟ همین یک بچه تقوی دارم اکا، مایوبی گروپ 2 هسته اکا. همین کس بسیار میخواه که همین خطه یک بار رفته ای حالش خبر بگیری، با همراه خود با همراه همون که سر یک پیاله چای در خانه شما بشینی بخری، یکان صورت قطعیت بگیره. مایوبی گروپ 2 بسیار دلش اکا شاد میشه. اگر مرا تقویم خودش گفته که همین بچه هم میخوام چی ایده مقصد خواهش داره، دیسکوی خطه بسیار تماشا میکرده، با یا امپیتری چه داشته فقط موزیکای خطه که گوش میکرده، خواهش داشته ایده. بیچاره مایوب نمیتونه که راه بگرده به شهر بیایه. که تمام کجا بوده ای؟ خودی که ناحیه رشت که غرم. بیره کی رفتن در کارایتین؟ این اکا اگر شما راضی باشین بگه میریم یا پگه میمونیم سورپریزش میکنیم. بیچاره مایوب اکا دلش شاد میشه، ثواب میگیریم هر دومون. ما که صنعتکارم ایما تقویم خواهش کرد، گفت همین هنرمند است، همین شهریارم ممکن سخن خطاب بگیره بیا. گپ معقول نمیدونم دار میشه اکا میشه. مقصد که اینایی خوزی بگه نمیتونم. روزی 20 توی دارم، 21 توی دارم. روزی دوشنبه اگر بشه اگر روزی دوشنبه میتونین اکا بریم یک سورپریز کنیم همون بچه تقویم مرا. چه نمیتونی خیلی قدر خیلی گپ زدی. اگر در حقیقتا هم خیلی دام بوشه خیلی دامو دا باید رفتن داد کن. هزار رحمت به پدر و مادر شما اکای شهریار. من در حقیقتا اکا من راست گه بکا جان من یک برنامه دارم، اهل هنر رو میسنجم اکا جان، و همین هنرمندایی که بر همین شرطای من راضی میشن نمیدونن که برنامه ده. اگر که راضی شن برای اون کسا یک تحفه میتم. خدا را شکر بچه تقویم من این ولی تام نیسته و یگان چی درخواستم کردگی نیست. پروسه خواستم که شما را بسنجم. یک برنامه دارم، مخلصانه در آخرش میگم که بنویسین در کامنتر کدام هنرمند رو زنگ زنیم. بسیار نویسن که شهریار دولت به همه خاطر شما رو زنگ زده سنجم که نیک شما الله برکت آمتن. بسیار یک انسان خاکسار دستین اکا جان. نه مالو نه کلو بچه تقوی دا چی جو میگی که کسرش برو واردی. هیچ کلام اکرا اکا جان وسط پویزه نمیشیدم میرفتیم با خیلی با خستان پرشتیم. هزار رحمت اکا که وقتا من خیلی هنرمنده خاکسار را دوست میدارم اکا جان. نیک من برای شما داری برنامه یک تحفه ماندگی بودم، خیلی خیالم داد دیگه اصلا فراموش کردم. برای شما یک تحفه ماندگی دادم به ارزش 1,000,000 سوم اکا جان. زنده باشی اکا جانم. من انسانای خاکسار را دوست میدارم، حرمت میکنم. رقمای دوشنبه تون در همین رقمای اکا. شما چند ساله این؟ من 22 ساله هم اکا شهریار. شما دوزار بدهین؟ شما یعنی مرا زنگ زدین، زحمت کشیده زنگ زدین، مقصد گپی آدمو را گرفتین. همین اکنی مزاری که مرا میتونم را خرد بگی برا جانو. مقصد که رحمت کلان میندار گویا که ما گرفتم. شما توفه یا نمیگیرن اکا جان؟ نه خیلی اکا جان ما حساب ما یکون کلیپک برای شما توفه چی خدمت در ساحه سینما شید اکا این همی رقمای ما رایگان دستگیری تون میکنم. ای دست آمدگیره. انا گپ دیگه
هزار رحمتی الله بر شما که خداوند نگهبانتان باشه. باشه که خوب. دوستان عزیز دیدن اکا شهریار چقدر یک انسان خاکسار زمینی بوده. اینا سخن شما رد نکردم. اکا شهریار هم نیز زنگ زدم در کامنتر نویسید باز با کدام هنرمند زنگ زده آن رو بسنجیم. سلامت باشید. با صابر جان حمیدوف زنگ میزنیم با اکامون میگویم که اکا جان من رژیسور هستم در نزدیکی یک فیلم دارم میخوام در فیلم های موزیکایش ما خوش کنم مقصد که های موزیکایش ما در هم فیلم بمونم ای اکای ما سروداش در توپ بودن همیسور امشب مرا هیچی نگین مگر این زقم این سروداش با اون سرود دیگرش میگه جیوای نمیام گفتی با جیوای میام اومدم انا همین برادرمون خوندگی همین سرود این صورتش اگر که روزی شه برای اکمان 1000 سوم توفه میتیم اگر بگن نه ایسی بوکی نیست تماشا کن برادرم صدقه برام ریال نیای اگر گودوک برا زور میشوه چه جون گیرم بدی کامش سین برای مشاهده برادرم صدقه برنامه ریال نیای یک پادپیس سکن دستگیری کنیم ویدیو 100,000 پرسمات میروانه که 15,000 پادپیس چیک داریم در تیک توک دستگیری کنیم لایک مونه کامنتاری السلام علیکم و علیکم سلام اکا جان چه خبر شما سوز خوب سلامتی خوبه رحمت شما چه میشه اکا جان خدا را شکر من جانی بیگ هستم رژیسور هنرمند تئاتر و سینما سلامت باشی اکا جان من همین یک فیلمی مزکوی سیونکا کرده‌ام و بسیار در همه سرودایی که شما خوندگین مخلص هستم میخوام همین دو سرود شما در همین فیلم خوش کنم جیوای نمیام گفتی جیوای نمیام گفتی با جیوای اومدی او بعد اون سرودتون که میگن امشب مرا هیچی نگین مگر این زیقم هم مخلصم که در همین سرودای شما هم میخوام من یک فیلم مزکوی اکا جان سیونکا کرده ایستم میخوام که همین دو سرود شما در همین فیلم بمونم با اجازت شما و وقتی که سرودای شما را مونتم شما جلب نزنین با روزگی شما شو اکا جان اگر شما روزی شه بسیار شاد میشم دکا نه اکما جلب نمیزنم نکی بعضا همین یوتیوب دا هفته که پراوا میکپاو نکی دیگه چیز نمی شما اجازت میتین که من در همین فیلم مزکوی من همین دو سرود شما را بمونم در مبیناشون بیمالول یکان چیزی نداره زنده باشی اکا جان و زنده باشی من یک برنامه دارم بسیار در همین کامنتری نوشتن که صابر جان حمیدوف در برنامه‌تون دعوت کنه اینجا پروژه برنامه بده کجا نه که من رژیسور هستم حتما که ولی ان شاء الله در فیلم های آینده میذارم من مخلصم نه سم دلیل نه که برنامه بده پروژه شما را سنجیدن خواستیم اکا جان زنده باشی ما در این برنامه برای شما یک تحفه موندگی گفتم اگر روزی شه اکای ما تحفه را هدیهش میکنیم اگر روزی نشه باکی نیست رقمای دوشنبه 30 تون همین رقم دیگه رقم ده شما میکروفون دادن اکا جان در همین رقمایو تشویش نکشم بشم با حضور اکا جان ما پروژه هدیه این برنامه من همین هنرمندا کدامش که روزی شب یگان چی پیشنهاد میکنم برای اون کسی ما تحفه میکنم ما بدیل روزی اکا جان میتیم تحفه را سلامت باشه برات سلامت باشه اگه خدمت دیگه باشم و در خدمت گاب نیست اکا جان من چی بنه آباد باشه یا 1000 سومه اکا گذارونده بینه ایما گرفت اگه بار ببینه شما دوشنبه 30 تون که اومده شما برای در ثبت برنامه ریال نیده مردم باور کنن با نگه که دروغ بوزکیستن دروغ کردیستن نکی تشویش کشیدی برم هیچ گپ نداره اکا جون بدیلی روزی روزی یک سکون через Wi-Fi دیدم میشه ده کوزی کابلی فیلم کن هم تلفن
گذشته برات گذشته اینه که کارزار ممکنه اکاجان 100% با ما هم در همین ساحه صنعتم یگان کلیپ بقگی با کلام میگیرم یگان سرود دیگه هم خیلی گیزاله بخون اکاجان ایسا بخدم دستگیریت میکنم زنده باشی گرم هزار رحمت همه وقت خاکسار باشین زنده باشین اکا خب برادرام و صدقه اکای صابرجان بهترین انسان بوده من خرسان شدم که نگاه کنه از یگان سرآینده مقصدی خیلی ولیت نمیگه که بگی ای موزیکای مرا در فیلم بمون از موزیک نیمه که موزیکای هم گوشه در فیلم بمونی جوش جلب میزنه نکی دیدن چه خیلی گید بده روزی شید در کامنتر نویسید باز کدام هنرمند رو دعوت کنیم در برنامه زنگ زنیم و یگان تا شرکت هایی که باشه که کارشون کار حلالی باشه مقصد میرم رکلام میکنم در برنامه میزنم دستگیری برنامه من میشوم یا یگان شوکیایی که میخوان رکلامشون کنم در نظم بمونم در وقتی برنامه در نظم باشه خورده رکلامش کنم نویسین در لیست که ما همکاری میکنیم زنده باشه سلامت باشه لایک فراموش نکنید پس کنید